Hi, I'm Maryam. Nice to meet you. I'm 20 years old. حالا چیکار کنم؟ خانواده به انگلیسی چی میشه؟ My Family. Oh yes, family. میخوام اسم اعضای خانواده‌مو بگم. مادر، پدر، برادر، خواهر. اما بلد نیستم چیکار کنم. نگران نباش. بیا با هم یاد بگیریم. پس بزن بریم. با دقت به این عکس نگاه کنین. چی میبینین؟ درسته. یک خانواده. با من تکرار کنین. Family. یه بار دیگه. Family. This is my family. این خانواده منه. This is یعنی این هست. My مال من. Family خانواده. This is my family. این خانواده منه. بیایم بریم با تک تک اعضای my family آشنا بشیم. Father. Repeat after me. بعد از من تکرار کنین. Father. Father. He's my father. این آقا پدر من هست. Mother. Repeat after me. بعد از من تکرار کنین. Mother. She's my mother. این خانوم مادر من هست. Brother. Repeat after me. Brother. Brother. He's my brother. این آقا برادر من هست. Sister. Repeat after me. Sister. Sister. She's my sister. این خانوم خواهر منه. Hi, I'm Nina. What's your name? Oh, hi, I'm Lily. Nice to meet you, Lily. Nice to meet you too. Lily, how old are you? I'm 19 years old. Really? Me too. Look, he's my brother. Your brother? How old is he? He's 20 years old. And she's your mother? Oh no! She's my sister. She's 17 years old. Oh. Hi, I'm Nina. What's your name? Oh, hi, I'm Lily. Nice to meet you, Lily. Nice to meet you too. Lily, how old are you? I'm 19 years old. Really? Me too. Look, he's my brother. Your brother? How old is he? He's 20 years old. And she's your mother? Oh no! She's my sister. She's 17 years old. Hi, I'm Nina. What's your name? Oh, hi,
I'm Lily. Nice to meet you, Lily. Nice to meet you too. Lily, how old are you? I'm 19 years old. Really? Me too. Look, he's my brother. Your brother? How old is he? He's 20 years old. And she's your mother? Oh no! She's my sister. She's 17 years old. هر وقت که بخوایم یک خانومی رو معرفی کنیم، مثلا بگیم اون خانوم مادر من هست، باید بگیم she's، یعنی او هست، اون خانوم هست. She's my mother. She's my sister. هر وقت بخوایم در مورد یک آقا صحبت کنیم، مثلا بگیم اون آقا پدر من هست. He's my father. He's my brother. پس she's یعنی او هست، اون خانوم هست. He's یعنی اون آقا هست. خب مریم، قرار عکس اعضای خانوادت رو بهت نشون بدم. تو باید تلاش کنی تا جملات رو با اسامی این اعضا پر کنی. Okay. She's my. شما میتونید کمکم کنین؟ پس شما به جای من جواب بدین. She's my mother. کمکم کنین. She's my sister. He's my brother. He's my father. آقا یه سوال. تو خونه که ما نمیگیم پدر، مادر، برادر، خواهر. میگیم بابا، مامان، داداش، آبجی. اینا به انگلیسی چی میشه؟ سوال خوبی پرسیدی. تو انگلیسی این کلمات یک شکل کوتاه‌تر و غیر رسمی دارن. مثلا father شکل غیر رسمی و دوستانه ترش میشه dad، mother، mom، brother، bro، sister، sis. Okay. She's my mom. She's my sis. He's my dad. He's my bro. بریم سراغ اولین چالشمون. قراره که عکس اعضای خانواده رو به شما نشون بدم. نشانگر موس روی هر عکسی که بره شما باید یک جمله در موردش بگید. برای مثال اگر نشانگر موس روی پدر خانواده بره باید بگیم his father، یعنی اون آقا پدر هست. یا اگر نشانگر موس روی مادر خانواده بره باید بگیم she's mother.
میخوام عکس اعضای خانوادت رو بهت نشون بدم و تو با دیدن هر عکس باید اونها رو معرفی کنی. Are you ready? Yes. She's my father. Okay. He's my father. He's my sister. Okay. She's my sister. قراره چند عکس بهت نشون بدم. تو باید از بین این تصاویر اعضای خانوادت رو پیدا کنی. Are you ready? I'm ready. Number 2. She's my sister. Number 1. He's my father. و اما رسیدیم به آخرین بخش درس امروز، بخش تکالیف. تو این بخش از شما میخوام که صداتون رو ضبط کنید و به آدرس تلگرامی که پایین صفحه میبینین ارسال کنید. تو این بخش شما باید اعضای خانواده‌تون رو معرفی کنید و نسبتشون رو با خودتون بگین. برای مثال He's Ali. He's my father. He's میتونید سنشون رو هم اگر تونستین بگید. اگر از آموزش امروز راضی بودین فراموش نکنید که ایزی تاک رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. با رفتن به سایت ما easytalk.ir میتونید به ویدیوهای بیشتری دسترسی داشته باشید. یادگیری زبان میتونه راحت باشه اگر راهشو بدونید. به امید دیدار.